ساکن 53 ساله جماعت چورکوی اسفره برای قاچاق غیر قانونی چوروا دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که او روز 20 اپریل 48 سر چوروای کلان شاخدار ذات سرسفید قزاقی را جمع به مبلغ 241,500 سومونی بدون نظارت گمرکی، به دکلراسیا و سپاریدن باج گمرکی برای قاچاق از قرغیزستان به تاجیکستان وارد نموده است. روز 20 اپریل کارمندان میلیسیا این 48 سر چوروای قاچاقی را همچنین دلیل اشعاعی مصادره کرده به ضد ساکن چورکو بر اساس قسم دوم ماده 289 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشوده به او بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه از 119 تا 1460 نشان دهنده و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جماعت چورکوی اسفره در مرز با ناحیه بادکند قرغیزستان جایگیر شده با دلیل تا حال پوره تعیین و علامتگذاری نشدن این قطعه مرز یکی از نقطه‌های داغ‌ترین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به شمار می رود. با این وجود بسیاری از ساکنان دیهات دو طرف این مرز از حساب داد و گرفت و تجارت نزد مرزی روز میبرند. قرغیزستان به فرق از تاجیکستان عضو اوراسیس است و به این دلیل محصولات را از کشورهای دیگر عضو این سازمان بدون پرداخت باج‌های گمرکی و انداز وارد میکند. در نتیجه نرخ بسیاری از محصولات وارداتی در قرغیزستان نظر به تاجیکستان ارزانتر است و ساکنان دیهات نزد مرزی چنین محصولات را در قرغیزستان ارزان میخرند تا بعداً در تاجیکستان با نرخ گرانتر بفروشند. واردات چنین محصولات بسیار وقت با راه‌های قاچاق صورت میگیرد.